درود. این مسابقه پاراپلانریزم یا اینکه جهش آزاد با پاراشوت است که در دهه خرمزمین ناحیه دنقره برگزار می شود. در آن دهها ورزشکار از کشورهای دنیا اشتراک می کنند. بیایید با هم می بینیم که این مسابقه چگونه خواهد گذشت. تاجیکستان بار دوم از میزبان مسابقات پاراپلانریزم یا اینکه جهش آزاد با پاراشوت می شود. این نوبت سطح مسابقه کلانتر است و در آن ورزشکاران برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان بین هم سبقت می کنند. دو قسم چهاربینی داشتیم، یعنی که یکش پروازهای مسافوی کراس کانتری، دویمش نشست دقیق یعنی اکیورسی لندینگ. مسابقه کراس کانتری ما اوکی برگزار نمودیم. در مجموع در اینجا اشتراک کردن ورزشکاران از امریکا، اروپا، روسیه، خیتای، امارات متحده، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بلاروسیه. محمود جان مقیمов از زمان جوانی به این نوع ورزش شوق دارد. او زود در این گونه چهاربینی ها شرکت می کند. امروز نیز آماده است تا مهارت خود را میان رقیبان خارجیش بسنجد. طبیعتی که در تاجیکستان است برای همین نمود طرز ورزش بسیار موافق است. میتونن همینجا با همین طرف یک نمود ورزشی در خودمون در تاجیکستان یک نمود نو حساب میخوره. اولا 20 سال پیش هم پرواز میکردن و کم نفر و آدمایی بودن که پرواز میکردن. باز یک زیادتر شد، نه خوبتر و بهتر. میتونن یک بار اومده ورزشگر یا همون که میخواد پرواز کنه میتونه از بلندی 5 متر، 10 متر، 20 متر بعد دوستا ترس هراسش که گم شد میتونه از بلندی بسیار یک نمودی ورزش خوب است. قاعده های اساسی مسابقه آن است که هر ورزشکار باید پریش آزاد انجام دهد. در هوا سرعت پرواز را کنترل نموده با گشت های زیبا به زمین به نقطه اشاره شده فرود بیاید. برای اجرای بی خطای همه شرط ها به اشتراکچیان خال ها داده می شود. بار اول ماه می سال گذشته در تاجیکستان مسابقه بین‌المللی عاید به پاراپلان برگزار شد. آن مرحله جام آسیایی این مسابقات بود. در موسم امسال تصمیم گرفتند برای نخستین بار مسابقات برای جام پرزیدنت تاجیکستان تشکیل کرده شود. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.